په لمانځه کې د مچانو شړل څه حکم لري؟ په مانځه کې د مچانو شړل جایز دی، خو په عمل قلیل سره نماز ما متاسفانه کې او کیفیت از خود نکردیم. رسول الله مبارک چی میگه صلی الله علیه وسلم ان تعبد ربک کأنک تراه، پروردگارت را بطور عبادت کو مثل کہ اللہ را تو میبینی. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر ای حالت از خود نکردی ای حالت از خود کو کہ اللہ خود تو را میبینا. ای بزرگا دار ما بزرگا مصنف ابن ابی شیبه ایک روایت است، تابعی است، یک شخصیت است، تکلیف پیدا کرد پایش. دکترها گفتن که پایش باید بریده شود. حالی هم میگه نه یگان نفر شکر باشه یا یگان نفر مشکل داشته باشه پایش زخم شود، زخمش به دیگه وجودش سرایت میکنه، میگه باید ای بریده شود، قطع شود، قطع پای شود یا قطع دست شود. دا قیزی گفتن دکترها که پایش چی شود؟ قطع شود. خود چطور میشه؟ گفت یک ذره شراب، یک گلاس شراب برش میتیم که بی خود شود، بس پایش ما میبریم. ای بزرگ گفت که نه ای کار نمیکنم، نمیخورم شراب. فامیل سرش بسیار پافشاری آورد که مریض هستی، تکلیف هستی، علی مجبوریت است. شریعت هم به تو تو حالت اضطراری که کدام معالجه و تداوی از طریق راه شرعی و حلال نداشته باشه، تداوی به حرام جایز است، مشکل نداره، برو. بالاخره ای به دکترها گفت ما میفهمم که خود چی رقم نیشه کنم، شما بین دم پای مرا فقط قطع. گفت چی وقت؟ گفت ما در نماز استاد میشم، در 2 رکعت نماز نفل، هرگاه که ما در سجده رفتم بین پای مرا قطع کنین، ما در سجده نمیفهمم. بس ما کتی کی در گپ هستم؟ کتی الله در گپ هستم. امروز حال ما چطور است که در استاد در نماز باشیم، در سر پای ما اگر مگشی از اموجه برش پایین میشیم، اگر از اوجه پایین نشدیم یک پای میگیریم که دیگه پای خدا میخواریم کدش. این حالت ما شماست، الله رحم بکنه. این کیفیت باید از خود کنیم که ما بعد مقابل کی استاد هستیم؟ الله. خوب فقها میگن یکی فکری تو را دیگه طرف ببره، یگان مگسی که میشینه میتانی که با یک دست از خود دور بکنی تاکه فکرت خراب نشه که می نماز چی نشه و گدوت نشه.